پیش از آمدن ماه مبارک رمضان اشاره میکنیم و انشاءالله آهسته آهسته همراهی شما آن امانتی که در ذمه داریم به قدر امکان انشاءالله ادا میکنیم. عن طلحة بن عبيد الله عن طلحة ابن عبيد الله أن رجلين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا. حضرت طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه یکی از 10 یاران بهشتی میگن که دو مرد به نزد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و کان اسلامهما جمیعا، هر دو برابر اسلام قبول کردند، آمدند مسلمان شدند. فکان احدهما اشد اجتهادا من الاخر، یکی آنها بسیار کوشش و غیرت میکرد در دین مقدس اسلام، شخصی مجتهد بود، یعنی نمازهای زیادتی، خیر و سخاوت زیادتی، مهر و محبت خاص به شنیدن سخنهای الله و نمازهای نافله و تهجد، روزهای نافله، بسیار به غیرت بود از نسبتا به دویومینش. بعد در یکی از غزوه ها اشتراک کرد، همون شخصی به غیرت در یکی از غزوه ها اشتراک کرد، یعنی شخصی به غیرت اشتراک کرد، سپس استشهد، به شهادت رسانیده شد، شهید شد. ثم مكث الاخر بعده بسنه، بعدی اون برادری که گذشت، اینا 2 نفر بودن، یک نفر دیگرش 1 سال پره بعدی زندگی کرد. ثم توفی، سپس این برادرم وفات کرد. قال طلحة فرأيت في المنام بين انا عند باب الجنة اذ انا بهما. حضرت طلحه اون 2 برادران را خواب دیدن، اون 2 شخصیتایی که درباره اسلام قبول کرده بودند آنها را خواب دیدند. بعد از آن خواب دیدند که حضرت طلحه هم در نزد در بهشت هستند و آنها هم، 3 نفر در نزد در بهشت ایستادند. فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، یک براینده از جنت بیرون برآمد، یعنی شاید خزانه های نکی کارمندان بهشت برآمد و اجازت داد و از این 2 برادر به دویومینش، آنی که به 1 سال وفات کرد، نه به آنی که در عبادت ها مجتهد بود و در غزوه شهید شد، نه به اون اول، به این آنی که به 1 سال او برادرش وفات کرد، به این اول اجازت داده شد. ثم خرج فاذن للذي استشهد، سپس بر مراتبه دوم برآمد و به این شخص هم اجازت داد، به شخصی که به شهادت رسیده بود 1 سال پیشتر. ثم رجع الی فقال ارجع، سپس مراتبه سوم اون براینده برآمد از جنت و به من گفت که تو برگرد، فانک لم یعنی لک بعد، تو حالی وقتت نرسیده است، چون که حضرت طلحه زنده بودن، در خواب دیدن. و حدثوه الحديث فاصبح طلحه يحدث به الناس، حضرت طلحه این خوابی که دیدن به مردم میگفتند و فعجبوا لذلك، مردم هم حیران شدن که مردی با غیرت، مردی که بسیار کوشش و غیرت میکرد، حتی شهید شده بود، اون مرد به جنت دیرتر در آمد از این مرد دیگر که در عبادت ها مثل او کوشش و غیرت زیاد نداشت و اینچنین در غزوه به شهادت نرسید، فقط اصلا عمر زیاد دید. فبلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه و سلم، این حدیث، این سخن وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید، گفتن که من ای ذلک تعجبون، از چی شما در تعجب افتادید، چی شما رو به تعجب آورد؟ فقالوا یا رسول الله هذا كان اشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، یا رسول الله از این 2 مرد یکی آنها بسیار در عبادت ها کوشش و غیرت میکرد، بسیار شخصی با غیرت بود و علاوه بر این از دنیا شهید وفات کرد، و دخل هذا الاخر الجنه قبل، اما این شخصیتی که از وی در درجه پایانتر بود به جنت پیشتر در آمد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم الیس قد مکث هذا بعده سنه، مگر آخر این دویومینش بعد او 1 سال دیگه زندگی نکرد؟ قالوا بله، گفتن که بله یا رسول، 1 سال دیگه زندگی کرد. و ادرک رمضان فصام، آخر این مردی که دیرتر وفات کرد ماه مبارک رمضان را دریافت کرد و روزه داشت. و صلی،
کذا و کذا، اینقدر نمازها خواند من سجدة فی السنه. در داخل یک سال اگر یک روز 40 رکعت خوانید اطراف 14,000 رکعت نماز میخوانید در داخل یک سال. همین خیل نکرد؟ قالوا بله. گفتن که بله. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فمضى بینهما ابعد ما بین السماء والارض. یعنی این به سبب اینکه دیر از دنیا گذشت و به سبب اینکه ماه رمضان روزه داشت و شبهایش نماز گذاشت، بین زمین و آسمان مسافش بلند شد. بنابراین این حدیث در مسند امام احمد است و در سنن ابن ماجه است و شعیب ارنوط حکم حسن دادن، گفتن حسنون غیره. حدیث یعنی حکم حسن را دارد، یعنی از جمله حدیث های مقبول است. یعنی ببینید که وقتی که الله تعالی برای شما یه مراتبه دیگر امکانیتی روزه داشتن ماه مبارک رمضان را اگر دهد، این نعمتی بزرگ است. و ثواب روزه به حساب است. چه خیلی که الله تعالی میگه که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله تعالی به صبر کننده ها به حساب ثواب میدهد. بعضی مفسرها مراد از صبر کننده ها روزه دارها گفتن، چون اونا صبر میکنن. معنای روزه خودش صبر است. خودداری کردن از طعام و شراب و از جما، از دمیدن صبح صادق تا غروب آفتاب، این صبر است. بنابراین برادرایی که بودن مثلا در مدت این سال گذشته از دنیا گذشتند، ماه مبارک رمضان را دریافت نکردند و انشالله ساعت‌های به شمار تا فرا رسیدن ماه مبارک رمضان باقی مانده است. از الله سبحانه و تعالی از فضل و کرمش میپرسیم که ما را به ماه مبارک رمضان مشرف گرداند، ما را به ماه رمضان برساند و برای ما حول و قوت و توفیق بندگی دهد، چون لا حول لنا ولا قوت الا بالله. ما حول و قوت نداریم، ما برای اجرای یگان خیر و طاعات قدرت و امکانیت نداریم مگر با یاری الله تعالی، و برای دور شدن از گناه قوت نداریم. ما هیچ کسی نیستیم مگر با یاری الله تعالی از گناه خودداری میکنیم. الله تعالی ما را به ماه مبارک رمضان برساند و برای ما توفیق دهد.